سلام دوستان، یک بایسکل داشتیم. بایسکل ما را دوست برد، مجبور شدیم یک بایسکل دیگه بخریم چون خیلی سنگین هستن. بذار روی این بگذاریم، بریم با هم دیگه باز کنیم و ببینیم که چطوری هستن. اگر در اروپا زندگی میکنین بسیار متوجه باشین، قبلا همچین بایسکل داشتیم دوست بردن. بایسکلات داخل کارتن اینطوری میآید، فقط این دو شاخش باید اینجا وصل کنیم، با این تایرایش باید اینجا وصل کنیم. باتریش که احتیاج به وصل کردن نداره، فقط پایایش باید وصل کنیم. وصل کردنش هم خیلی راحت هستن. بایسکل رو بسته بندی کردیم، هنوز بعضی جایش درست کار نمیکنن. مثلا بوغش کار نمیکنه، برقیست کار نمیکنه، مثلا این شبیه موتور ریس که بیده حرکت میکنن، ولی خب این قسمتش نوش کار نمیکنه. سیمش وصل کردیم، نمیفهم مشکل از تنظیماتش هست یا ای که کلا کار نمیکنه. خب باتری از این بایسکل که هست 750 ولت. چیزی که در سایتش نوشته کرده بود، موقع که پیدل میزنین باید 100 کیلومتر را باره، هم با پیدل و با کمک باتری. اما که فقط بخواین از ریز استفاده کنین، پیدل نزنین، 50 کیلومتر تا 60 کیلومتر. شاید برای شما سوال خلق شده که از کجا خریدیم. این بایسکل از سایت الیکسپرس گرفتیم. یک چیزی که درباره سایت الیکسپرس باید در نظر داشته باشین، سایت الیکسپرس یک سایت معتبر هستن، ولی داخل سایتش یک سری فروشندهای کلاهبردار هم هستن. اگر یک موقع یک جنسی که قیمتش بالا باشن خیلی با قیمت ارزان دیدین، سرش شک کنین. همیشه هر چیزی که از سایت الیکسپرس میخرین نظرهای مردم را حتما چک کنین. وقتی دیدین که مردم برش ستاره دادن یا مثلا نظرهای مثبت بدن، از اون موقع خرید کنین. بعد احیانا اگر شما به همچین مشکلی برخوردین، یک جنس خریدین دست شما نرسیدن یا کلاهبردار بودن، موقع که یک جنس میخرین در بخش سفارش ها اگر برین داخل سایت چنین، در اینجا باز بعد از اینکه جنس سفارش دادین برای شما نوشته میشن که از این تاریخ تا این تاریخ باید جنس به دست شما برسه. اگر تا این تاریخ جنس به دست شما نرسید، در بخش پشتیبانی تماس بگیرین تا پول شما برگردانده شود، تا مشکل شما را حل کنن.